که هی که جمع میشه به سمت داخلتر این کره میره و به سمت داخلتر که کره بره، هی تصویری که در واقع این سطح کروی شکل از درون داره از بازتاب نشون میده، به اصطلاح هی گسترده تر میشه. هی که تو به تو میری هی این گسترده تر میشه. حالا برعکس یه حرکت داریم بیرون، یعنی بذار اینکه هی مطالعه بشی و اینطوری به اصطلاح جمع‌تر بشی تا بازتابت بزرگتر بشه، خودت به بیرون بزرگتر میشی بجز اون 6 ذات، یعنی مستقل از اون 6 ذاته. اون 6 ذات رو داری، اینم جدا ازش داری. و هیچ حالا خودت که مثلا میخوای به اصطلاح این چشم ها بزرگتر میشن، اون بازتابی که از خود میبینی یه مقدار واسطش میاد پایین تر، این که میره بالاتر اون میاد جمع میشه تو اون سطح به اصطلاح کروی شکل.